الان مرحبا به ویدیو خودتون خیلی خوش اومد بچه. داخل این ویدیو قراره با هم بریم این اسکین مشت جدیدی که داخل بازی اومده یکی دو روز اومده رو با هم بگیریم و خیلی واقعا خفنه، اصلا پر از رنگ و رنگی. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم ویدیو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. عشق منید، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. همونطوری که میبینید فوتبک رو گرفتیم و اومدیم سراغ ایکسمشت. اسمش چی بود؟ اسکیموش. و اینم که محمد خودش چوقیده به نازم، این کو هم که چوقیدیم کلن. فقط صداش خیلی موقع بچه. من که میدونم با آخرین اسپین میده و محمد دوتا از اسپینا رو مثل همیشه میزنه و زد. من که میدونم با آخرین اسپین میده، ولی شانسمون رو گفتم بیام ویدیو کنم امتحان کنم. فوتبکر هم میدونستم با آخرین اسپین میده، ولی خب دیگه چی کار کنم. 49 تای میده آقا. من بارگاه عرش شده بود. بله یه 10 تایی بنازم سفیدی در حد چیز. اینجوری میکنیم، اینجوری یه دونه. وای دستم خورد حاجی، دستم خورد. شرمنده محمد. حاجی دستم خورد، استوب کردم بچه. ولی خب دیگه در صورت این گارنا که دوزده با اسپین آخر میده، ولی خب ببین میخوام سریع بزنم استوب کنم، نمیده. خب چی؟ پشمام حاجی، یه باندل گرفتیم. بنازم من باید ببین من چقدر سفیدم. میدونم باور کن الان اینو میده. نداد، هر چی میخوای به من بگو. بیا الان من فشار بخورم یا نخورم. بیا اینم باگی. با هر دوتا رو با اسپین آخر گرفتیم، هم وودپکر رو هم اسکیموش رو. بالاخره خب بچه میدونید چیه دیگه، اینجور گردونه ها فقط اون اکانت هایی که تازه ساخته شدن همچین چطوری بگم شانسی دارن که اینا رو بگیرن توی همچین گردونه هایی. ولی خب دیگه چه کار کنیم. این هم اسکیموش خیلی خوشگله. به این ست خفن هم خیلی میاد، چون ست خفنی که زدم خوشگله. ناموسن خوشگله. کامنت ها بنویسید. آجی شبیه پلنگ. آقا یه دست بریم وولف، یه دست بریم بچه. ما وولف اسم کردیم و این که ایول بچه یه چیزی بگن. یه دست وولف رفتم، اصلا اوضاع خیلی خراب، گوشیم کلا لنگ ریکورد میکنم بچه. من واقعا نمیتونم بازی کنم. الان میبینید اگه دارم بد بازی میکنم، البته الان بازی شروع نشد، ولی اگه دارید میبینید بد بازی میکنم بدونید واقعا واسه گوشی من بدون ریکورد بازیم اینجوری نیست. یه دست تمرینی رفتم اصلا موضوع خراب. بیا 2 ساعت طول ببین اینجوری وای میشه، یعنی خیلی او خدا شده. شاید اینجا معلوم نشه ولی بچه های گیلده خدای باکی نباش. من هیچ وقت آدم خطیر نیستم. بله حضرت یوسف میفرماید کله کچه رو خودم یه چی در آوردم. بنام واسه این ستر رو زنم. پشمام آجی اسکیموشه چقدر پیش میاد. نکنه اصلا واسه همین ست هست. خدایی واسه همین ست هست بچه. خیلی خوب پیش میاد خداییش. چه پیامی اومد برا من الان. ببین آقا تیر میزنم چی میشه، خدایی خودتون قضاوت کنید. نمیشه، خدا وکیلش نمیشه دیگه. شرمنده باید با M40 میزنم. دیزرت هم خوبه ولی نمیدونم چرا داخل ریکورد اصلا نمیخوره.
واقعا متاسفم. واقعا میخوام با دیترت بدم، میدونم میخورم ازش. بیا بالا. نه حاجی تو فاصلت نزدیک این نامردی خوب به حساب. منو نبین یه دقیقه. خب حالا بیا ببین تو اینجا چیکار میکردی؟ چیکار میکردی چیه دی؟ هیت خورد بالاخره، هیت خورد بالاخره. بشا بخور دوست دارید. آقا به نظرم محمد دسته ایکی داره. یه دقیقه ببینم چطوری میشه. کلن آبی بین حاجی بذار ایکی به ایکی داره. کلا میخوام آبیشم به خاطر همون ایکی میگیرم حاجی. خدا وکیلیش ناموسن یه اسکرین نداره خدایش. چه ده حقی شد. ایکی حاجی این چرا ات نمیخوره؟ ات بخور. ات نخوری اتتون خطگیری کرده پدر. یه پایینو خطگیری. در رفت پدر. اینقدر بوگم بد بود حاجی. حواسم نبود داشت شرمنده. 5-0 زدیم. سریع رد کردم این بابا. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم این ویدیو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. بچه‌ها شرمنده که واقعا بازیم اینجوری بود به خاطر رکورد گوشیه. بعد با صدام هم شرمنده‌تونم چون هدست نزدم بعد این وقتی رفتم داخل ولف. آقا تا ویدیوهای بعدی که حالا ویدیوشو خودتون میفهمید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.